شب عروسی به خاطر دشمنی با پدرش از هجله پرتش کردم بیرون. صبح روز بعد چیزی ازش دیدم که دنیا رو سرم آوار شد. بگم غلط کردم راضی میشی؟ سلام. من نسیمم. امیدوارم هر کجا که هستین حال احوالتون عالی و دنیا به کامتون باشه. خیلی ازتون ممنونم که به اینجا آمدین و به من افتخار دادین که امشب و مهمون خونه هاتون باشم. خدمت شما اومدم با یه داستان شنیدنی. لایکو بزنید و بریم سراغ داستان. من از همون وقتی که چشم باز کردم دیدم زندگی آسون نیست. بابام کارگر ساده بود و مامانم خونه دار. یه خانواده جمع و جور که همیشه ته حسابش صفر بود. منم یاد گرفتم غر نزنم و فقط کار کنم. از وقتی نوجوان بودم هر کاری که شد کردم. شاگردی، پیک، مغازه‌داری، دستفروشی. نه اینکه عاشق کار کردن باشم. فقط نمیخواستم هیچ وقت بابام بخواد از کسی پول قرض کنه یا مامانم شرمنده ما بشه. کم کم اوضاعم بدک نشد. یه موتور خریدم و چند تا مشتری ثابتم داشتم. پولامو پس انداز کردم. شبا هم تو خونه یه چیزایی یاد میگرفتم. هر چی که به درد آینده بخوره. کامپیوتر، حسابداری، نرم افزارهای مختلف. نه کلاس رفتم و نه مدرک دارم. ولی بلدم. خودم با زحمت یاد گرفتم. یه روز یکی از بچه‌ها گفت یه شرکت تازه نیروی کار میگیره. رزومه نداشتم. ولی با یه تیپ ساده و یه لبخند که ته خستگیامو پنهون میکرد رفتم مصاحبه. انگار بالاخره یه نفر فهمید دارم چقدر زور میزنم. بهم گفت بیا از فردا تو بخش پشتیبانی شروع کن. البته واسه من فرقی نمیکرد. فقط میخواستم از یه جای شروع کنم که بتونم برم بالا. 2 ماه اول ساکت و بی حرف بودم و فقط کار میکردم و یاد میگرفتم. بعد از یه مدت دیدن که رو هر چی دست میذارم راش میندازن. به خاطر همین خودشون بهم گفتن بیا برو بخش فروش. حقوقت هم بیشتر میکنی. همونجا فهمیدم باید بیشتر بجنبم. کارم شد زندگیم. صبح تا شب شرکت، شبا هم توی خونه یادگیری و جمع کردن و ساختن. دنبال رفیق بازی و وقت الکی گذروندن اصلا نبودم. فقط دنبال هدفم بودم. 1 سال نشد که تونستم اونقدری جمع کنم که یه خونه کوچیک ته شهر واسه مامان و بابام بخرم. نمیدونی وقتی کلیدو دادم دست پدرم چه حالی داشتم. نه واسه اینکه چیزی خریدم. واسه اینکه یه بارم که شده شرمندگی از صورت اون مرد رفت. مامانم فقط نگاه میکرد و اشک میریخت. منم چیزی نگفتم. فقط لبخند زدم. اون شب وقتی رو زمین خونه‌شون دراز کشیده بودم، یه حسی داشتم که نمیتونم توصیفش کنم. نه دیگه تو هیچ لحظه دیگه یه زندگیم تکرار شد. حس یه مرد وقتی به یه جایی رسیده. اونم نه با شانس و پارتی. فقط با زحمت خودش. همه چیز داشت روی روال پیش میرفت. کارم شده بود همه چیز تو زندگیم. چند تا پروژه گرفته بودم. اعتمادا بهم بالا رفته بود. حتی رئیس چند بار بهم گفت میخوام بزنم جای بالاتر. خودتون نشون دادی. این از اون حرفا بود که آدمو امیدوار میکنه با آینده. ولی خب آینده هیچ وقت اونجوری که فکر میکنی نمیره جلو. یه روز ظهر مثل همیشه نشسته بودم پشت میزم و داشتم کارا رو راستاریس میکردم. یهو از اون ته شرکت سر و صدا اومد. بوی سوختگی، دویدن آدما، جیغ. دیدم دفتر رئیس یه گوشش آتیش گرفته. کسی آسیب ندید. ولی کل سیستما و مدارک و چک‌ها و یه مقدار پولی که همیشه ته گاف صندوقش بود همه نابود شده بودن. چیزی که باعث این اتفاق شده بود اتصال سیمایی بود که این اواخر یکی اومده بود و درستش کرده بود. ولی به جای اینکه برن سراغ اون یارو یهو همه ی نگاه‌ها برگشت سمت من. چرا؟ چون اون روز من واسه یه فایل تو دفتر رئیس بودم. رمز گاف صندوق و من بلد بودم و بیشتر از بقیه به من اعتماد داشتن. همین کافی بود که بشم متهم اول. اولش شوکه بودم. فکر میکردم همه چیز درست میشه. رئیس منو میشناسه و میدونه کیم.
ولی انگار یه چیزی تو ماجرا بود که من ازش خبر نداشتم. اون نه تنها حمایت نکرد، بلکه با وکیل شکایت رسمی داد. به خاطر خرابکاری عمدی و سوء استفاده از موقعیت. نمیفهمیدم چی داره میگذره. تا چشم به هم زدم به هم تهمت زدن. نه مدرک درست حسابی داشتن، نه سند واضحی. ولی اونقدری داستانو پیچونده بودن که خیلی زود قاضی حکم داد. یه دفعه از ساختمونی که همه توش تحویلم میگرفتن، پرت شدم توی یه اتاق نمور پر از چشمای غریبه. روز اول مات و منگ بودم. نمیفهمیدم چی به سرم اومده. نه غذا میخوردم نه حرف میزدم. باورم نمیشد این زندگی خودمه. آخه من فقط صادقانه کار میکردم. اوایل فکر میکردم چند روزه حل میشه. ولی هیچ اتفاق خوبی نیفتاد. کم کم فهمیدم اینجا قرار نیست زود تموم شه و شد اون چیزی که هیچ وقت فکر نمیکردم. 2 سال. دقیقاً 2 سال. روزایی که هیچ فرقی با شب سیاه و تاریک نداشتن. با اوضاعی که گاهی حتی نفستو بند می آورد. مامان و بابام اون بیرون داشتن جون میکندن. دلم بیشتر برای اونا میسوخت تا خودم. پدرم توی این 2 سال از غصه پیر شده بود و صداش روی تماسا میلرزید. مامانم هم انگار دیگه گریه نداشت. چند بار کمک گرفتن از این و اونو، آخرش با بدبختی یه وکیل که یه دختر جوان بود جور کردن. نمیدونم چی تو رفتارش بود. ولی انگار بعد مدتها یکی اومده بود نه قضاوتم کنه نه ترحم. فقط واقعا میخواست بفهمه چی شده. هر بار میومد زندان واسه یه ملاقات با اون کیف سادش و یه پرونده پر از برگه، حس میکردم یه تیکه از بیرون رو با خودش میاره. کم کم حرف زدنمون از پرونده رد شد و رسید به زندگیم که چطور افتادم این وسط. برام وقت گذاشت و دونه بدونه مدارک رو بررسی کرد. به حرفای رئیس شک داشت. یه جوری دفاع کرد ازم که انگار خودش باورم کرده بود. نمیدونم دقیق از کی. ولی حس کردم همه ی دلم گیر همین آدم مونده. یه شب بعد تماس تلفنی نشسته بودم رو تخت فلزی سلول و خودم رو دیدم. کسی که دیگه هیچی نداشت. ولی یکی واسم مهم بود. اون شب دیگه گریه نکردم. چون واسه یه اولین بار توی این 2 سال یه چیزی بیشتر از آزادی خواستم. اون آدمو. وقتی بالاخره یه روز تو ملاقات بهم گفت تا چند هفته یه دیگه جلسه نهاییت هست دارم خوب پیش میبرمش، بهش گفتم میدونی من از زندون که بیام بیرون هیچی ندارم. ولی اگه تو باشی میتونم دوباره بسازم. نگاش کردم. چیزی نگفت. فقط آروم لبخند زد. همونجا فهمیدم اونم یه حسی داره. نه مثل قصه ها. نه اغراق شده. یه حسی که توی سکوت جا داشت. توی نگاه. تو بودن بی‌منت. آخرای اون 2 سال دیگه حتی خودمم باورم نمیشد یه روزی ممکنه برم بیرون. ولی اون بود که هیچ وقت ول نکرد. مدرک و شاهد پیدا کرد. رفت سراغ کارشناس برق، سراغ آدمی که سیمکشی کرده بود. چکای سوخته رو دوباره بررسی کرد. حرفای ضد و نقیض رئیس و کنار هم چید. یه جوری پافشاری کرد که حتی قاضی هم مجبور شد جدی بگیره حرفاشو. روز دادگاه نهایی وقتی اون پشت نشسته بودم و داشتم به صدای قاضی گوش میدادم که میگفت با توجه به نبود مدارک کافی و دفاعیات مستدل وکیل متهم تبرئه می شود. باورم نمیشد. خشکم زده بود. انگار مغزم نمیتونست باور کنه چی شنیده. به زور نفس میکشیدم. بعد 2 سال. وقتی اومدم بیرون کسی نیومده بود دنبالم. منتظر هیچ کسم نبودم. فقط کیف کوچیکم رو گرفتم دستم و راه افتادم بیرون. اون جلو کنار یه ماشین معمولی خودش وایساده بود. با یه لبخند آروم. به هم دیگه نگاه کردیم. هیچی هم نگفتیم. منو به سمت ماشین هدایت کرد و گفت منو میرسونه. اون لحظه فهمیدم این زن فقط وکیل من نبود. یه جوری خودش شده بود بخشی از این مسیری که اومده بودم. از همون روز اول که اومدم بیرون با هم بیشتر حرف زدیم.
نه درباره پرونده، نه درباره اتفاقا، درباره خودمون. درباره اینکه حالا قراره با این زندگی پاره پاره شده چی کار کنیم. نمیدونم دقیق از کی شد، ولی کم کم با هم صمیمی شدیم. فقط با همون صداقتی که از اول بینمون بود، من هنوز پر از شوک بودم. هنوز باورم نمیشد یکی میتونه اینجوری بیچشم داشت کنارم باشه. ولی اون موند. همونجور آروم، محکم، بی سر و صدا. 1 سال از اون روزی که آزاد شدم گذشته بود. توی این مدت فقط کار کردم. از صفر، بی هیچ پشتوانه‌ای. وکیلم که حالا دیگه چیزی بیشتر از یه آشنای معمولی بود، همیشه پشتم وایساده بود. منم سعی کردم همونجور که یه مرد باید کنار یه زن وایسم. همه چی داشت کم کم شکل می گرفت. چند تا پروژه گرفتم. هر چقدر سخت بود، باز بهتر از روزای گذشته بود. با خودم گفتم اینجوری نمیشه. باید بیام خواستگاری. اون روز هیچ استرسی نداشتم. چون چیزی برای پنهون کردن نبود و همه چی رو با صداقت گفته بودم. از گذشتم تا کارم. حتی اون 2 سال لعنتی که برام مثل یه عمر گذشته بود. با مادرم رفتم لباس مرتب و یه گل ساده و یه جعبه شیرینی معمولی گرفتم. تو مراسم پدرش کم حرف بود و سنگین. از همون اولش حس کردم فضا فرق داره. حس کردم نگاهاش به من با باقی آدمای دنیا فرق میکنه. آخر جلسه بی مقدمه گفت که نظرش مثبت نیست. گفت شما پسر خوب و زحمتکشی هستی. ولی ما یه سری چارچوب داریم که بهشون پایبندیم. حرفی نزدم و سرم پایین بود. فقط بلند شدم و تشکر کردم و رفتم. نه به خاطر غرور. فقط چون فهمیدم هیچ توضیحی نمیتونه دید اونا رو تغییر بده. براشون مهم نبود کی بودم، چی کشیدم، چطور برگشتم. فقط گذشتم و دیدم. اون 2 سال براشون سنگین تر از تمام کارهایی بود که بعدش کردم. اون شب خونه که رسیدم، همونطور که لبه تخت نشسته بودم، حس می‌کردم یه جور خستگی تو تنم ریخته بود که انگار سنگینی کوه روی شونه‌هام بود. از بی‌عدالتی خسته بودم. از اینکه با همه یه تلاش باز گذشت میاد جلوی پات میسته و میگه نرو جلوتر. وقتی همه چی تموم شد و دیدم حتی با اینکه این همه زحمت کشیدم و تغییر کردم، هنوز گذشتم گره خورده به تمام تصمیمات آدمای دیگه، یه فکر به ذهنم رسید. شاید زندگی هیچ وقت به من هیچ چیز نداده. شاید همیشه باید با دست خودم بسازم. ولی دیگه نمیخواستم با دست خالی بمونم. به خودم قول داده بودم که با همه مشکلاتی که کشیدم دیگه هیچ وقت به عقب برنگردم. یکی از آدمایی که همیشه توی ذهنم بود، رئیس سابقم بود. همون کسی که باعث شد زندگیم نابود بشه. همون کسی که اگه به جای شکایت از من ازم دفاع میکرد، اصلا زندگیم اینطوری نمیشد. اما حالا یک نکته داشت. رئیس یه دختر داشت. یه دختر که توی چشماش یه چیزی بود که من هیچ وقت نمیتونستم نادیده بگیرم. از یه طرف به نظرم میرسید یه راهی باشه که بتونم وارد دنیای جدیدی بشم. تصمیم گرفتم با این نقشه شروع کنم. به خودم گفتم اگه بشه باهاش دوست بشم و نزدیک بشم، شاید بتونم از راه خودم و در کنارش به یه جایی برسم. این کار بیشتر از این که به خاطر پول باشه، به خاطر انتقامم بود. نمیخواستم هیچ وقت دوباره احساس کنم که کسی بالاتر از من ایستاده. کسی که منو تحقیر کنه. باید میرفتم با دختری آشنا میشدم که هیچ وقت از زندگی من بیرون نمیرفت. باید میرفتم و میدیدم که چطور میشه از این بازی استفاده کرد. همه چیز از یه پیام ساده توی اینستاگرام شروع شد. خیلیا این کارو عادی نمیدونستن. ولی این برای من یه پل بود. یه مسیر به سوی چیزی که نمیخواستم از دستش بدم. دختر رئیس سابقم رو توی اینستا پیدا کردم. با خودم گفتم خب اینم یه نقطه شروعه. پیام دادم. سلام دادم و خودم رو معرفی کردم. چند روز بعد جواب داد. شروع کردیم به حرف زدن. از همون اول یه جور حس راحتی بینمون بود. خیلی ساده حرف می زدیم. از هر چیزی. از روزای خوب و بد. از دلتنگی‌ها. از کار و زندگی. از هر چیزی که توی دنیای جدید بهش نیاز داشتیم.
1 ماه بعد یه روز از خودش پیشنهاد داد که شاید خوب باشه همدیگر رو ببینیم. گفتم چرا که نه؟ اولین دیدارمون ساده بود. قهوه خوردیم توی یه کافه خلوت و دنج. هیچ چیز عجیب نبود. ولی برای من یه چیز متفاوت بود. نگاهاش و لبخندش. همه چیز با چیزی که همیشه توی ذهنم بود فرق داشت. این بار حس می‌کردم یه اتفاق خوب در حال شکل گرفتن بود. همدیگر رو چندین بار دیگه دیدیم. کم کم دختره بیشتر از همیشه وقتش رو با من می‌گذروند. می‌رفتیم جایی که همیشه خوش می‌گذشت. شایدم چون من هیچ وقت فشار نیاوردم. شاید چون خودم هم مثل اون خواستم که کم کم آشنا بشم. این وسط من شاید بیشتر از همیشه به خودم پی بردم. توی این مدت اون دیگه شده بود جزئی از روزای من. با هم میخندیدیم، میگشتیم، حرف میزدیم. کم کم به مرحله‌ای رسید که با هم میرفتیم سفر. به جاهایی که هیچ وقت فکر نمی‌کردم روزی برم. تهران، شمال، جنوب. دختره کم کم با من احساس راحتی کرد. منم همینطور. از هر چیزی میگفت. از اینکه چقدر دلتنگ روابط گذشتش بود. از اینکه توی این مدت چه چیزایی براش مهم شده. هیچی به سرعت پیش نرفت. ولی این ارتباط کم کم شکل می گرفت. عاشقانه تر و پررنگ تر از قبل. تا جایی که دیگه خودش به من گفت من با تو میمونم. تو متفاوتی. هیچ کس مثل تو نیست. برای من این یه پیروزی بود. نه فقط به خاطر اینکه توی یه بازی وارد شدم. نه فقط به خاطر اینکه نزدیک شدم به دنیای پول و قدرت. بلکه به خاطر اینکه دیگه احساس می‌کردم کسی هست که میفهمه کیم. کسی که تو این مسیر جدید با هم همراه شده. یه روزی رسید که دیگه همه چی داشت از کنترلم خارج می‌شد. نه اینکه بد پیش بره. اتفاقاً همه چی به ظاهر خوب بود. دختر رئیس حالا دیگه همه جوره پای من وایساده بود. دیگه حتی نمیخواست لحظه ای ازم دور باشه. هر جا میرفتیم با هم بودیم. به خودش میبالید که کنار کسیه که خودش انتخاب کرده. همه چی اونقدر عادی و بیفاصله شده بود که حس کردم دیگه وقتشه. تو یه روز معمولی همون جوری که همیشه با هم حرف میزدیم بهش گفتم که وقتشه زندگیمون رو رسم کنیم. خیلی ساده و بدون تعارف گفتم میخوای با هم زندگیمون رو بسازیم؟ و اونم خیلی راحت گفت آره حتما. من منتظر این روز بودم. ولی مشکل اینجا بود که یه نفر هنوز بود که باید راضی میشد. پدرش. همون کسی که قبلا منو فرستاده بود زندون. همون آدمی که باور نداشت ممکنه من یه روزی دوباره سر پا بشم. چه برسه به اینکه بخوام با دخترش ازدواج کنم. وقتی فهمید قضیه چیه، طبیعتاً مخالفت کرد. حتی تهدیدم کرد که اگه ادامه بدیم هیچ حمایتی نمیکنه. از خونه بیرونش میکنه. از ارث محرومش میکنه. اما دختره دیگه اون دختر قبلی نبود. اون روز رفت جلو پدرش ایستاد. خیلی جدی گفت اگه مخالفت کنی من دیگه نیستم. گفت یا منو با انتخابم قبول میکنی یا من دیگه برای شما نمیمونم. گفت من همیشه دخترت میمونم. ولی اگه بخوای جلوی خوشبختیم وایسی اون وقت ترجیح میدم حتی نباشم. تهش گفت من با این مرد میخوام زندگی کنم. حتی اگه شما نخواین. پس اگه نمیخواین منو از دست بدین باید کنار بیاین. چند ماهی با تمام مخالفت‌ها گذشت و خانواده‌اش وقتی دیدن حرفش جدیه کم کم نرم شدن. شاید چون ته دلش میدونست من مقصر اون ماجرا نبودم. شاید چون دید دخترش اونقدر پافشاری داره که اگه جلوش وایسه ممکنه واقعا از دستش بده. خلاصه یه روز زنگ زد و گفت بیاید صحبت کنیم. این بار فضا مثل گذشته سنگین نبود. یه جور خستگی تو چهرش بود. فقط گفت اگه واقعا میخواین با هم باشین من مخالفتی ندارم. چند هفته بعد یه خونه برامون جور کرد که خیلی خوب و مرتب بود. حتی برای عروسیمون یه مراسم آبرومند گرفت. نه از اون جشنای پر زرق و برق. ولی همونی که نیاز داشتیم. همونی که بهمون حس شروع یه زندگی مشترک میداد.
همه چی یه جوری پیش رفت که خودم هم باورم نمیشد. رفتیم سر خونه زندگیمون. یه خونه کوچیک، 2 خوابه با پنجره‌هایی که غروب آفتابو خوب نشون میداد. اون شب وقتی وسایلو چیدیم و نشستیم وسط پذیرایی روی زمین، بدون فرش، بدون تلویزیون، فقط با 2 تا لیوان چای، نگاش کردم و با خودم گفتم این همه راه اومدم تا به این لحظه برسم. حالا دیگه همه چی از اینجا شروع میشه. همه چیز تا شب عروسی خوب بود. اون شب توی اتاق دیگه نتونستم تحمل کنم. نگاش کردم. با اون لباس سفید، با اون نگاه آروم، با اون همه محبت. ولی انگار ذهنم قفل کرده بود. بی دلیل، بدون اینکه حتی حرف بزنه، فقط گفتم بره بیرون. گفتم تنهام بذاره. انداختمش بیرون چون دشمنی من و پدرش اصلاً ساده نبود. خودم همونجا روی تخت نشستم. سرمو گرفتم توی دستام. شب اول زندگی که فکر می‌کردم میتونم باهاش تمام دردامو فراموش کنم، تبدیل شد به یه کابوس دیگه. نمیدونم کی خوابم برد. فقط با خستگی عجیبی چشمامو بستم. صبح که بیدار شدم همه جا سکوت بود. رفتم بیرون، دیدم همون جایی که شب قبل رهاش کرده بودم نشسته کنار دیوار. صدای زدم ولی جواب نداد. نزدیکتر رفتم. دیدم دستاش میلرزه. نفسش نامنظمه. یه لحظه خشکم زد. بعد یهو افتاد روی زمین. بدنش میلرزید و صورتش کبود شده بود. نمیدونم چطوری. فقط دویدم، در رو باز کردم و زنگ زدم اورژانس. صدای زدم. التماسش کردم که فقط بیدار بمونه. اون لحظه از همه چی ترسیدم. از خودم. از کارم. از اینکه این آدمی که یه روز همه ی زندگیشو داده بود برای من، حالا داشت جلوی چشمام میرفت. اون لحظه فهمیدم که بازم خراب کردم. فهمیدم شاید من هنوز اون آدمی نیستم که باید باشم. فهمیدم حتی وقتی کسی از ته دل بخواد کنارت باشه، اگه خودت زخمای قدیمی تو نشناسی، همونا میان همه چیزو خراب میکنن. وقتی چشاشو باز کرد، فقط گفتم بگم غلط کردم راضی میشی؟ اما نگاهم نکرد و چشماشو بست. حالم بد بود و از کارم و از حماقتم پشیمون بودم. الان که 3 سال از اون ماجرا گذشته و هنوز کنار همسرمم و دور از مال و منال پدرش توی شمال خونه گرفتیم و زندگی میکنیم. من واقعیت رو بهش گفتم. با اینکه از من متنفر شده، اما روی برگشتن رو نداره و به اجبار کنار من مونده و من اینو کاملا حس میکنم. خب دوستان، اینم از داستان امشب. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه از این داستان لذت بردید و دوست دارید بازم از این سبک داستانه براتون بگم، یادتون نره یه قلب قرمز توی کامنت ها برام بذارید. با این قلب کلی به پیشرفت کانالم کمک میکنید و کلی مدیونتون میشم. ممنون که اینجا بودین و حمایتم کردین. شبتون بخیر و پر از آرامش.